چه گذشت و بذار بهت بگم چه گذشت بر ما. جان نگم؟ باشه نمیگم. اما قدیم ندیما گفتن رنگ رخساره حکایت کند از سر درون. جان رنگ رخسارمون پیدا نیست. یعنی فقط نریشن محض. باشه عزیز، باشه قربون، باشه با مرام، نوبت ما هم میرسه رئیس. اون وقت چونون آنچه گذشتی واسه تون نریشن کنم، اونم نریشن محض که دل عارف و عامی کباب شه بابتش. خلاصه کجا بودیم؟ آمیرزا کابوس میبینه الیاس جای اون شده رئیس اداره ثبت احوال. کابوسی که همچی پر بیرا هم نیست، اما خواب که میپره میبینه توی مسافرخونه است بالای یتیم خونه. میرزا هم جلد یه نامه مینویسه میده دست یکی از برا بچه یتیم که تیز برسونه یه جایی دست یک کسی. حال نشد میگم برات اونجا اون کس کیه. بعدم میاد واسه پسر رئیس اون یتیم خونه مرحوم آقا قهرمان خودشو نویسنده ای جا میزنه که میخواد عینه‌هو ویکتور هوگو قصه آدمای بی‌نوا رو بنویسه. اما میدونین چی جالبه؟ این که میرزا تو اون یتیم خونه دچار اسوسییتیو مموری میشه. چه میگین شما؟ آره تداعی معانی. یعنی یه چیزایی یادش میاد ولی نمیدونه اون چیزی که یادش میاد چیه و اصلا چرا یادش میاد. اون طرف پریزاد پریوش تخس ناقلا دستشون رو شده پیش مامان و 3 تا زن بابا. بابت خانم معلم دیگه. مومن خانم معلم لو رفتم نمیذاره نه بر میداره داستانشو واسه خانوما تعریف میکنه. این که 2 تا خواهر دوقلو بودن و یکیشون بابت سیاسی کاری کشته میشه و یه پسر بچه ازش میمونه در به در و گم شده. سلطانم که قلبی از طلا داره عینهو معاون کلانتر خانومی میکنه و یه پذیرای مشتی از خانم معلم ترتیب میده. تا یادم نرفته خانم معلم قاطی حرفاش داستان فرار آمیرزا به کمک یاور مشار رو تعریف میکنه و میگه میرزا قاتل خواهرم. زنان شنیده و نشنیده را میافتن پی میرزا. کجا؟ اول اداره سجل احوال، بعدم کانون بانوان خدمت خانم تاجر باشی. که چه نشستی دلبر جان؟ شوهرمون اول بلهوس و خیانتکار بود، حالا قاتلم شده. حالا این وسط دست بر قضا خانم معلم بچه گم شده خواهر مرحومشو همونجا میبینه. چه هندی بازی؟ مگه تهرون اون سالا چقدر نفوس داشته؟ بیشتر از 200,000 تا؟ یعنی 2 بار استادیوم پر و خالی بشه. 2 یوم از اون چند تا زن ممکنه سر و کارشون به کانون بانوان بیفته؟ هندی بازی. حالا بشنوید از میرزا که دست به دامان آرداواس جائل میشه که اسم زن و بچه‌هاش از تو سجلش پاک کنه و دوباره بشه یه فقر مرد مجرد بیزاد و رود و سر و همسر. آفاق خانمو یادتونه؟ زن جناب مدبر که به فرموده میخواد بشه معاونت کانون بانوان. آقا این کانون بینوا سر جمع یه خط تلفن داره که اونم مدام دست این آفاق خانومه که خبر بده و خبر بگیره. حالا خبره چیه؟ این که خانوما خواهر مسکنشین دلبرجان چیک تو چیک ژنرال آیرون برگشته ایران تا دمار از روزگار یه عده در بیاره. اولیش هم خاندان خودش، پدر احتکارچی و خواهرش که قرار اولین سفیر زن تاریخ ایران بشه. دلبرجانم نگران چون میدونه آیروم خبیث و خانوما سیاه دل. نگرانیش بی دلیله؟ خیر آقا، خیلی هم با دلیله. چون آیروم و خانوما یه آدم کش استخدام کردن که حالا قراره چیکار کنه الله. آخر پرده قبلم بالاخره چشممون به جمال خانوما روشن شد که فقط انتقام میخواست. انتقام. دیگه جدی داستانمون داره جنایی میشه. پس پرده 23 شبکه مخفی زنان رو از دست ندین که اوضاع بدجوری قمر در عقربه.
گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است، چشمم همه بر لب و گردش جام است. نایرولوژی، جانم؟ عصب شناسی. اینی که گفتیم به آلمانی نبود؟ آلمانی با لهجه اتریشی. آقا اتریش گفتی و کردی کبابم. شما تالا کافلاند من بیان تشریف بردین. شترودل سیب براتون میاره. بله، یکی دو بار اونجا با خانم معلندت خیش قهوه خوردم. مال دیتش خودمون؟ لولا فرشته آبی. بله خود ایشون. در ضمن قرار شما به سوالات من جواب بدید، نه من به سوالات شما. بله خیلی عذر میخوام از حضورتون، ببخشید. شما کی هستین؟ فروید، زیگموند فروید. هم فلکی یونگ. اسم اون نارفیق و جلوی من نیار. نه منظورم اینه که فروید همون روانشناس معروف. نه چی؟ همون روانکاو معروف. حالا کاو یا شناس دیگه چه فرق میکنه؟ من پیش شما چی کار میکنم؟ احتمالاً شما دچار حالت تداعی آزاد شدی. مشکل دوتا شد. چی آزاد؟ فقای اسوسیاسیون. خدا به دور من دچار چه چیزایی میشم؟ نترسین، شما اجازه دارین افکارتون آزادانه از یه موضوع به موضوع دیگه بره. خب حالا این خوبه یا بده؟ شما دارین سدهای ذهنیتون رو میشکنین. واقعا؟ بله، و این خیلی خوبه. بهتون تبریک میگم. خواهش میکنم، قابل شما رو نداره. حالا برای من تعریف بکنید که آخرین موضوعی که بهش فکر میکردین چی بود؟ دیگه اول و آخر نداره زیگموند جان. زناتون؟ یعنی همسرانتون؟ 4 تا همسرم. 4 تا؟ بله 4 تا. یعنی شما 4 بار ازدواج کردین؟ یعنی هی جدا شدین هی دوباره ازدواج کردین؟ نه رو هم گرفتم. سر در نمیارم. حالا اشکالی نداره. یعنی چی که اشکالی نداره؟ من بزرگترین تئوریسین تمایلات جنسی هستم، از نوزادی تا دم مرگ. کلمه لیبیدو رو من به کار گرفتم، نظریه اودیپ رو من مطرح کردم، کارکرد دوگانه تستوسترون دوپامین رو من کشف کردم. حالا مجبوری جلو من و همسرانم زانو بزنی و اعتراف کنی که شکست خوردید. همسرانی که دست بر قضا خیلی شبیه این خواهرانی هستن که اینجا دارن خدمت میکنن. پولیگامی، چند همسری. در واقع شباهت این خانم‌ها به همسران من خوفناکه. نترسین آقا، نترسین.
این لیبیدو شماست که داره فعال میشه. البته اینی که من در شما میبینم دیگه لیبیدو نیست، اژدهاست. فقط سلطان من بریدم، شما ادامه بدید. هر محمود به من نگاه کنین. صورت من شما رو یاد کسی نمیندازه؟ نه تنها صورتت بلکه صدات، رفتارت و سکناتت. سلطان خودتی. مشکلی پیش اومده فرازولتان. این بیمار گویا دکتر فرویدو ناراحت کردن. کی من؟ مشکلی که بود شد 2 تا. خودتی بلور ها؟ همیشه دوست داشتی جادو جنبل کنی. حالا اومدی جادو جنبل کنی ها؟ جادو هر محمود، ما اینجا پرستاریم نه جادوگر. مراقب باشید خانم ها، مراقب باشید. بعد از جنگ جهانی تعداد بانوان 60 میلیون بیشتر از مردان شده و این آقا داره از این مسئله سوء استفاده میکنه. من این آقا رو میشناسم. تو منو میشناسی؟ من تو رو میشناسم، یعنی همه تون رو میشناسم. سلطان، شکربانو، بلور، بخمل و خودتون رو شبیه پرستار اتریشیا کردین داری سر به سر این آقا زنان زیادی رو در کشور خودش به شوارتز بودن نشونده. به چی نشوندن؟ خاک سیاه. به خاک سیاه نشوندی. همینطور منو بعد 50 سال طبابت وقتی شما رو دیدم متوجه شدم که هیچی از علم روانکاوی نمیدونم. دکتر شبر، با اون آمپولی که دستتونه دوزهای معینی از مورفین رو به من تزریق کنین تا از شر این آدم خلاص شم و بمیرم. نه وقتی میبینم یه نفر با تمام تحقیقات من رو زیر سوال میبرم، دیگه چه امیدی دارم به زندگی؟ دلبرجان هستم، دستیار شما در کانون بانوان. چرا این طرف من؟ زیگون مورفین بخوام. یونگ میگه خوابایی که ما میبینیم یه نمایشه، یه نمایش مارپیچ، نمایشی که ماها بازیگرش در نقش زنانی که به دست خودتونا رو کشتی و ما تو خواب ازت انتقام میگیریم. هر محمود نکن. نترس میرزا، نترس. نیومدم ببرمت. اگه میخواستم بگیرمت اصلا بعد از اون ضربه وحشتناکی که به چشم جناب مدبر زدی آزادت نمیکردم. فقط اومدم بهت بگم که حواسم بهت هست، نه به واسطه قطع یا جعل سند، چون برای اولی ارزشو نداری برای دومی جربازشو. آخ میرزا، دوباره گند زدی. این خانم معلمی که قتلشو الان به پای تو نوشتن مدت تا تحت تعقیب پلیس مخفی بوده و الان با کشته شدنش جماعت بزن و به پاشو بگیر و ببند دارن نفس راحت میکشن و تو کلید رسیده منم اونایی و دستگیری اونا به اثبات جرمشون کلید ترقی منه. فقط نمیفهمم چرا پای تو رو وسط این ماجرا کشیدن. البته هیچ کس نمیتونه یاور مشار بزرگترین کارگاه اداره کارگاهی کشور شاگرد مکتب آدولف هیتلر رو فریب بده. فعلا همینجا که هستی بمون، یا هر خراب شده دیگه ای که بتونه پناهگاه آدم پست و حقیری مثل تو باشه. این آردواز با 2 تا کشیده مقبار اومد. میرزا، حواسم بهت هست. میخوای جعل سند کنی یا هر خرابکاری دیگه ای بکنی، فقط وای به حالت اگر بخوای اسمی که بین من و تو مشترکه رو بیاری تو منجلا به شناسنامت. چطوری؟ روبرایی؟ خوبی؟ عالی. چی کار کردی؟ کار خوب، کار باحال.
این چه حرفیه مخمل خانم؟ حرف حساب. شما نمیدونین هفته چندم حاملگیتونه، اون وقت میگین حرف حساب. شما هفتگی حساب میکنی، ما ماهونه. باشه، به قول خودتون ماهونه‌شو بگو. بار اول که ویار کردم و زدم برف میومد. از اون برف مشتی سنگینا، از اون که صف خونه تبله میکرد کاگل تالاپی میریخ رو سرمون. از اونا با این حساب باید بین هفته 37 تا 41 بارداری باشی. جان؟ بار چی؟ منظورم همون آبستنیه. آخرین باری که رفتی دکتر بهت نگفت بچه‌ت تو حالت؟ دکتر نمیریم که. و کجا میری؟ پیش ننه زیقوله. قابل است؟ دلاکه. خودش قابلگی بلده، شوهرش سنت. انگار اصلا متوجه نیستی چه خطری تو و بچه‌تو تهدید میکنه. غلط زیادی میکنه. هر کی بخواد بچه منو تهدید کنه. ماشاءالله بچه من 7 تا دایی داره. 5 تا. خودشون میگن 7 تا. مخمل سگی که باشه میخواد رو حرف خانداشاش حرف بزنه. تو حتما باید بچه‌تو بیمارستان به دنیا بیاری، نه تو خونه پیش ننی زیقوله. میرزا همش همینو میگه. وقت چرا؟ سر بچه بالاست متاسفانه. از کجا میگی سر بچه بالاست؟ من که نمیگم، صد قلبش میگه. اگه تو خونه دیستوشی بشی کاری از دست ننه زیقوله بر نمیاد. بله. اجازه هست؟ بله بفرما خونه خودتونه بفرما. صاحب جان تو وقت داری چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟ ما حرفی با هم نداریم. واه چطور ندارین؟ ما که خواهر مادر تو زندگیمون ندیدیم. شما که دیدین قدر همو بدونین. من میرم پیش شکربانو بگم یه جوشونده نعنا بابونه درست کنه. این معدم چایده انگار. بایزه. چی میخوای؟ صاحب جان گوش کن. اگه اومدی منو از ازدواج با سلیم به قول محلقات صرف نظر کنی که شطور در خواب بیند پنبه دانه. اگه من بخوام تو قبول میکنی؟ معلومه که قبول نمیکنم. پس دیگه حرفشو نمیزنیم. خیلی لطف میکنی خواهر جان. امیدوارم خوشبخت بشی. از ته دل آرزو میکنم خوشبخت بشی. ببین من یه نور موضعی میخوام که دقیقاً روی همین نقطه صحنه باشه. جناب شراگیم اجازه نمیده پوستو بکشین روی سرش سیبیلاشو بتراشین. نه که اجازه نمیده. من به تو گفتم بیای چون هیکلت عین اون شخصیه که من در ذهن دارم. وگرنه این همه بازیگر حرفه‌ای تئاتر داریم. پی اس ذکر نشده بود که داماد هم کچله هم باید سیبیلاشو بتراشه که اگر ذکر شده بود محال ممکنه تن به این خفت میدادم. تئاتر آقا یه مش قرارداده. خجالت آوره. یه جنتلمن خوشتیپ که میتونه رول یک تئاتر فرانسوی رو حتی بازی کنه تبدیلش میکنید به یک اکتور مضحک. بعد میگین تئاتر قرار داده. جواب مردم رو چی بدم؟ هوادارام، طرفدارام، همه اونایی که قراره در آینده یک رودولف والنتینوی شرقی رو روی صحنه های تئاتر ببینن به اونها چی بدم؟ کاری که دلت میخواد بکن. این آقا باید کچل باشه و کلاگیس سرش باشه. سیبیل هم نباید داشته باشه. موهای خودش میتونه کلاگیس باشه ولی سیبیلشو نمیدونم میخواد چیکار کنه. چشم زیا گوش کن. بزن خودم بهش میگم. فامیل من از شهرستانیان میشه کل ردیف اول برای اونا باشه؟ خانم این سوالا رو باید از خانم زنبورکچی بپرسیم. باشه. کجاست؟ نمیدونم والا غیب شده. من یه نوشیدنی یه گرم از کجا میتونم پیدا کنم؟ اینجا چی کار میکنی؟ یعنی این آخرین راه حل بود؟ هیچ چاره دیگه ای نداشتی؟ نمیفهمم چی میگی. ما داریم تئاتر رو چیزی که بهش عشق می‌ورزیم و وجه المصالحه قرار میدیم برای اینکه مشکلات خودمونو یا بهتر بگم مشکل منو حل کنیم. این کار درسته؟ خواستیم به شیوه مرضیه جناب هملت عمل کنیم. برای جناب هملت مسئله پدرکشی بود و قصد جایگاه. اگه عموی هملت برادر کشه، سلیم شکنجهگرم یه پا آدم کشه. یه چیزی هم گفتی؟ وجه المصالحه؟ گنده تر از دهنم حرف زدم؟ دیوانه. میخوام بگم اگه تئاتر و سینما حرفی برای بیان کردن نداشته باشه اصلا دیگه به چه دردی میخوره؟ احساس میکنم دارم از عشقم به تئاتر سوء استفاده میکنم. به قول استاد میرسیف‌الدین کرمانشاهی عشق یه زخمه، نمیگذاره زندگی کنی نمیگذاره بمیری. نمیدونم، خیلی دلم شور میزنه بابت این نمایش. و در مورد خواهرت گفتی همه راه‌ها رو امتحان کردی و به نتیجه‌ای نرسیدی. میخوای باشه اتمام حجت کنی؟
اون وقتی که این نمایش رو اجرا نمی‌کنی؟ اون که نمیشه، همه بلیط‌ها فروخته شده. اگه همه چیزم به خیر و خوشی تموم بشه ما به یه چیزی بیش از امید نیاز داریم. اون اسلحه هنوز هست؟ تو میخوای ترورش کنی؟ نه اصلا، ولی یه کسی هست که بهش احتیاج پیدا میکنه، مخصوصا شب تئاتر که خونمون خالیه. بریم خیلی کار داریم. بیا. هوا اینجا خیلی خفه است. ای کاش تو یکی از اتاقای بالا زندگی میکردی. همینجا خوبه. با این رفت آمده خونه شما هر چی تو دید نباشم بهتره. همین. برای اجرای تئاتر دعوتم نکنی که مجبورم رد کنم. نه، نکته اینجاست که برای اجرای تئاتر ما همه خانواده میان. تو اینجا تنها میمونی. عادت دارم. اگه کسی بیاد مثل اون شب، یه کسی مثل یاور مشار، تو هیچ امکان دفاعی از خودت نداری. هیچی. جز این قلم که میتونم بکنم تو چشمش. منم فکر نمی‌کردم یه روز جز قلم چیزی دستم بگیرم، ولی بیا برات آوردمش. لازمت میشه. امیدوارم هیچ وقت مجبور نشم دست بگیرمش. منم امیدوارم. ای کاش برای اجرای تئاتر تو هم بودی. یه روز همه این نمایش‌ها رو با هم می‌بینیم. کار خوبی کردین آوردینش اینجا، ولی این خانم اونقدر پول نداره که بتونه براش خونه بگیره، اما هر کاری بتونیم انجام میدیم. شما هم با 4 تا بچه و خونه پدری که حرفشو زدین میخواین طلاق بگیرین کجا بریم؟ اومده بود کمک بریم. مگه اینجا گداخونه است؟ مگه اینجا یتیم خونه است؟ 4 دسته یکی گرفت آورده تو خونه من انداخته تو. برو محل قجرا سراغ زال محمد رو بگیر، هم بهت جا خواب میده هم کلی پول گیرت میاد. اینجا گداخونه نیست. اوی اونجا راه حیاته، راه خروج از این بره. نشونی محل قجرا رو از پاسبون بگیر که راهش خوب بره. چی شده؟ شوهرش از خونه بیرونش کرده، شب جایی نداره بخوابه. جلو در سراغ دلبرجانو میگیره. پاسخونه گفت نیسته، شهر مظلمت ببر پیش خانم مدبر. نزار بره. خانوم ها و دخترا، یه خبر دارم براتون. محروم همه رو دعوت کرده برای تماشای تئاترش. براتون که میگی مطرد من هستی؟ اگه نه بی خودی ذوق نکنی. بفرمایید. همه رو دعوت کردی حتی بچه‌ها؟ بله. آخه یعنی چی محروم دعوت کرده ماما؟ یعنی چی نداره؟ یعنی بریم فیلمشو ببینیم. پس برن داروسازی تعطیل، پیش پس یه تئاتر. برو برو که خوابه. خیر باشه شما و برادران. اینکه 5 تاست، اونا 7 تا. حالا شما 2 تاشو تخفیف بده، شریکی میشینن. باشه. کی که دلش نخواد بیاد تئاتر، با همین هتل هم میام. میشه اولین تئاتر زندگیش. شما نامزد گرام خانواده محترمشون. قرار نبود فقط خودیا دعوت باشن محلقا. چطور نامزد تو همه کس و کارش دعوتن خودیان؟ زن باباهات نخودی بی خودیان؟ میشه لطفا این حرف چندشا برای زن بابا رو تکرار نکنی؟ چشم، چی بگم خوبه؟ شوهر ننه خوبه؟ ننش همون یک رأس، شوهر واسه 7 پشتش بسته. چه خبره؟ اتفاقا داشتم میومدم پیش شما. میخوایم بریم تئاتر. اجازه میدین لباسامون رو عوض کنی؟ زن پا به ما تو خونه خودش باشه براش بهتر نی؟ کدوم پا به ما سلطان خانم؟ اعضایمون فقط دردش نصیب من شده، ده من بی نصیب. مگه چند بار پا میده آدمایی مثل ما دعوت بشن تئاتر؟ بفرمایید برید رخت و لباستون رو عوض کنید. شکربانو خانم، بلور خانم. تو چته مثل بخ چه بخ کردی؟ نمیفهمم مامان، چرا معلمه خانم ما رو دعوت کرده تئاتر؟ این خونه چه خبره والا نمیدونم.
رفتیم تئاتر. کی بود؟ شما زیاد حوصله تئاتر ندارید. همون سال اول یه تئاتر بود. اینم از بازی‌های روزگاره. معاونت وزارت معارف باشی و ما 40-50 مجوز صادر کنیم برای اجرای تئاتر، اون وقت خودت حوصله‌شو نداشته باشی. چوسان فسان این موسیو مدبر تموم نشد. دلم نمیخواد دیر بشه یه وقت این نادره دوران هنرنماییشو نتونم ببینم. چی میگه این؟ به مهرو دختر میرزا محمود اشاره میکنه که گویا رول مهمی تو این پیس داره. اینه که خودمون میدونیم. در واقع اگه رول مهم مهرو خانم نبود ما بر پدر سوسه خودمون میخندیدیم فوکل بزنیم بریم تئاتر. میرزا محمود میدونه افتتاحیه نمایش دخترشه؟ چی بود اسمش؟ زن ایرانی یا تلموش برای محمود داره. البته مجوزش مصادره کرد. میگه نگران نباش. قربان خانم آفاق میگه اگه بریم تا این زن استخونام رو نجویده. چطورم؟ مثل نادرشاه تو هند. پس بزن بریم به تماشای درام اخلاقی زن ایرانی یا تلموش برای مأموران. بهتری؟ خب بعدش شنیده بودم یه همچین جایی هست میشه بهش پناه آورد، اما الان به من میگه برو محله قجر سراغ زال محمد رو بگیر. حالا این زال محمد کی هست؟ روم سیاه قواده. اسمت چیه؟ اسمم رو میخوای چیکار قربونه؟ تو خیال کن فخری، مولود، قدسی، توران، هرچی که دلت راضیه. اصلا تو بگو راضیه. خلاصش این که یکی همه این کرور زنه بدبختی که از دخترگی تا خونه شوهر واسه رزق و روزی همه کاری کردن، از دلاکی تا مرده شوری، واسه کمک خرج و کمک حال. اما نصیبم چی بوده از این دنیا جز فوش و کتک و سیاه شدن پای چشم و کبودی تن و بدن؟ چه خونه ننه بابا، چه خونه حضرت آقا. یا همون نمیتونم برم بس که گل بوته کاشته با مشت و لگت تو بدنم نامرد. میگمش خوش غیرت، من زنتم. زن آدم فرق داره با گاو گوسفندی که روزی 40 تاشونو سر میبردی. اگه گوسفند و 4 تا رگشو ذبح میکنن، من 400 تا رگم ذبح شده تو این زندگی. آقا بالا منبر میگفت کشتن 4 پا جلوی 4 پای دیگه کراهت داره مومه. آخه من 2 پا چه گناهی کردم که باید هر روز جلو در همساده لط و کوب بشم و خودمو برسونم تو کوچه تا یکی به دادم برسه. شما هم جای خواهرم. دریغ از یه نگاه، یه لبخند، یه چیزی که دلم خوش کنه. خیلی هم که بخواد آقایی کنه، یه 5 شایی میندازه جلو، میگه 4 تا شم بخر ببر سر قبر آقا مراد بگیر. آخه وسط یه مش شتردار و قاطرچی و قربتی کارم چیه من نامرد؟ امروز غروبی که اومد خونه قرمز بود. خبرشو داشتم بعد سلا خونه میره آتیشگاه. دستی یه بدبخت‌تر از خودم هم گرفته بود آورده بود خونه. گفت
به زنه گفت. قصه نخور گلابتون. به زنه میگم بزنه به چاک. بعدم جلو در همساده پرتم کرد تو کوچه. گفت برو طبیله قامیز یحیی بخواه. خیال کردیم بهم برخورد؟ نه به تا قبروتون. یه عمر هم اتاق خر بودم یه امشبم روش. ولی شنیدم شما نشونی یه خانومی رو بلدین که انقدر خانومه که 3 تا از هواشو پناه داده تو خونش. راسته؟ پریزاد بیاین دیگه مادر. نوشته محل فروش بلیط دواخونه سیروس تو شاهآباد. ما که بلیط نباید بخریم، ما مثلا مهمونیم. مهمون 1 نفر 2 نفر 12 نفر 13 نفر. داستان شاجع به دختر سادله و یه خواستگار دروغگو نیست. آره پس چرا اسمش گذاشته تلموش بی‌معنی؟ از تو چندشم میشه. چرا تماشای این پیس برای خواتین محترمه فوق‌العاده خواهد بود؟ حتما بعد دیدن این چیا دیگه از موش نمیترسین و چندششون نمیشه. حالا از موشا چندششون میشه، ولی در بیشتر آزمایشگاه‌ها موشا موجودات مفیدی هستن. اینجا نوشته به منفعت مریضخانه نسوان و کودکان. یعنی همه پولا رو اونا برمی‌دارن، به مهروی چی نمیدن؟ مامان شما مامان میومدیم. کجا بیام مادر؟ خاک آقا بزرگت هنوز خشک نشده. من پاشم با شما بیام تئاتر؟ برو بهت خوش بگذره. برو. بفرمایید. برادر حیدر. آبجی بفرمایید. خانم چی کار داری؟ با کی کار داری؟ با یه خانم. نشونه بهتری بده. یه خانومی که خیلی خانومه. خیلی یعنی چقدر؟ یعنی انقدر خانومه که به هوای بی‌پناهش که پناه ندارن پناه داده و سقف اتاق. هوا یعنی چی؟ هوا یعنی یه مردی که هوا مرده؟ نه زنه. پس چرا شما گفتید یه مردی که وقتی یه مردی زن داره بعد میره دوباره یه زن دیگه میگیره بهش میگن هوا. کدومشون میشن هوا؟ اولیه و دومیه؟ هر دوشون. آها حالا فهمیدم چه خبره. حالا شما گوش کنین درست میگم یا نه؟ یه خانم هست به اسم سلطان خانم. شوهرش آقا میرزا رفته 3 تا زن دیگه گرفته. الان هر 4 تا هوو توی خونه با هم زندگی میکنن. سلام خانم. سلام باجی. بفرما. روم سیاه. از کانومانوان میام. اونجا خیلی ذکر خیرتون بود. ذکر خیر از چه بابت؟ از بابت خانومیتون. از بابت دل پاکتون. جل الخالق. اینا که گفتی یعنی من؟ مگه شما همون خانومی نیستین که در خونش رو وا کرده که هواش میام پیشش زندگی کنم؟ حالا گیرم که اینطور. خب منم بایستا ببینم. صبر کن. نکنه تو همون هوا آخریه یاره؟ هوا آخری؟ همون که میرزا قراره یکی از ماها رو طلاق بده تا جاواز تو باشه؟
من سردر نمیارم چی میگین خانم. من خانم سلطانم. میرزا گفته تو رم میگیره. من شوهر دارم. پس اینجا چی کار داری؟ داستانش مفصل خانم. چی شد؟ چیه؟ چرا میلرزی؟ سردم، گرسنم. ننه بلقیس، از ظهر زیر پلو داریم با سیب زمینی پشندی. الان میگم برات گرم کنه. جایی داری شب بمونی؟ نه. چی بود و نبود و بیاین برام تعریف کنیم. جای منم تماشا کنیم. بودیم بریم. دل این بچه ها رو شاد کردیم. اولین کار دخترم. در پرده قبل دیدید که مرد کلاهگیس به سر به خواستگاری دختر جوانی رفت و پدر عروس هرچه از شغل او پرسید تفره رفت. حال در این پرده ببینید شغل واقعی او را. این شما و این هم پرده دوم. من نه خرابکارم و نه بنگذار. من یک روزنامه نگار شرافتمندم که تنها حقایق را به رشته تحریر در می آورم و شما دروغگویان از حقیقت هراسانید. مگر انسان نیستی؟ مگر پدر و مادر به تو رحم و شفقت نیاموختند؟ چگونه نان خون بر سر سفره زن و بچه‌ات میبری؟ به زن و بچه‌ام چه کار داری مرد کلدنج؟ من 2 زن دارم که اتفاقا خوب میخورند و خوب میخوابند و میخواهم 3می را هم بگیرم و از او میخواهم برایم 10 فرزند به دنیا بیاورد، همچون موشی که مدام میزاید. او از موش گفت و نمیدانست که این بازی خود یک تلموش بزرگ است و روزی راز او افشا خواهد شد. من زن اول این مرد پس رز هستم. من هم زن دوم این شکنجهگر هستم. ای دختر جوان، اگر صدای ما را میشنوی در همین لحظه خود را از شر این مرد گرگ صفت برهان. بس کنید این نمایش مسخره رو. خجالت نمیکشید همچین مزخرفی رو به اسم تیارت به خورد ملت میدین؟ همتون رو میکشم پایین. بیا پایین نرتی که بلشوی که بی ناموس جاسوس. بیا پایین. آقا نامردا گشته بودن یکی پیدا کرده موندن عین خود ما که انهو برادر دوقلوی ما کچل با کلاگیس. خب باقیش؟ دیگه باقی نداره قربونتون، همشو گفتم. خیر آقا باقیشون نگفتی. گفتم آقا، به جون جفت عیالا و 4 تا بچم همشو گفتم، از فرق سرش تا نوک پاش. همشو گفتم آقا گفتم میخوایم تئاتر درارین. گفتم خب بفرمایید درارین. گفتم شما بفرمایید اون جلو بشین. گفتم چشم، ما میشینیم اون جلو. گفتم اون وسط تخمه کدو نشکنی. آقا با اینکه خیلی دلمون میخواست صدای چقچقشو بشنویم باز گفتیم چشم نمیشکنیم. سلیم آقا این مزخرفاتی که میگی چه اهمیتی داره؟ غرض این که این نامردا هر چی به ما گفتن، هر دستوری دادن، ما گذاشتیم تو تخم چشمون. در عوض اونا چیکار کردن؟ وسط تئاتر در آوردن، زدن آبروی حیثیت ما رو بردن. اصل مطلب دقیقاً همین جاست که از گفتنش تفره میری. بعد تو تئاترش آقا همون وسط مسطای یه یارو بود، همین تو کچل کلاگیس 2 تا زن داشت 4 تا بچه که انهو خود ما، عین خود ما. بعد تازه از اون بدتر آقا یه عاشق یه دختری بود میخواست تجدید فراش کنه، باز عین خود ما. و توی بی وجود درست مثل یه احمق
نشستی و تماشا کردی و واسه شون کف زدی؟ کف زدیم آوریم کف گرگی. همچی که فهمیدیم یه همچی پلیتیکیه میخواستیم بزنیم به چاپ، نشد. اصلا نشد آقا. این طرف اون طرف میخواستیم بپریم بالا کافر به هم بریزیم، یهو دیدیم همه آکتورا ریختن رو سر ما. فامیلای زنمون رو از اون اومد آقا ده بزن. چش آقا چش. اون آدمی که این تو بود روی صحنه، همونی که کردن اون خربزه از وسط قاچ کرده بوده. به شغلش هم اشاره شد؟ یعنی معلوم شد چی کار است توی پیس؟ به شغلش؟ بله صاحب منصب بود و اهل داغ و درفش. خاک بر سرت بکنم. عین خود شما؟ بله آقا عین خود ما. و تو مردیکه نسناس، بعد از اینکه فهمیدی شناسایی شدی صاف اومدی یکی از اماکن خفیه من. کجا میتونستیم بریم آقا؟ نه خونه خودمون، نه خونه دوتا عیالمون، نه خونه صاحب جان. آقا ما بدبخت و بیچاره و بی سرپناه شدیم. زرزر موقوف. مطمئنی کسی تعقیبت نکرد؟ کسی تعقیبمون کنه آقا؟ ما خودمونم نمیدونستیم کجا داریم میایم، یهو چشم باز کردیم دیدیم اینجاییم. به این میگن یه نقشه برنامه ریزی شده. تا فهمیدی کار کیه؟ آقا یه جوجه کار چرخونه بود، باز کار اون باشه. از کجا مطمئنی؟ چند باری تو اتاقش تمشیت مهمون ما بوده، از ما زیاد کتک خورده ملس. 1000 بار نگفتم رو به دیوار بازجویی کنین یا چشم بند بزنید به متهم؟ تا کی میخواید این داروغ چی باشی یا یه خجلی رفتار کنید؟ خاک بر سر عقب موندتون بکنن. آقا تا حالا کسی این حرفا رو به ما نگفته. آقا نگه به رئیسات گفتم و رئیسای رئیسات، حالا هم به توی نفهم میگم، خاک تو سرت بکنن. میارزید به این جوانی رسما از کار افتاده بشی و مهره سوخته؟ آقا به ما راه برید آقا ما رو از کار بیکار نگرید آقا ما عاشق شغلمون هستیم. خدا شاید اگه 40-50 تا تو گوشه یکی چنگ نزنیم تا صبح خوابمون نمیبره. خیلی خوب خفه شو. فعلا جای آفتابی نشو تا ببینیم چه میشه. چشم. نگفتی اسمش چیه؟ کیو؟ همون متو قنسنی که همه آتیش زیر سر اونه. زیا آقا، زیا. یک دراز بی پدر مادری هم زیا. بله. بنویس. چشم. چی بنویسیم آقا؟ آدرس خونه شو. چشم. سنگلج اینجوری می نویسن؟ حال شده ما به موتو قضا با ساعت دیگه. و این بود قصه ما. یوی خانومه بلند شد گفت آها کف برادرون، حتی داداش ریختن رو صحنه. پس مخملم بوده. امروز تازه که مردم میریزن سر شیرم تا میخوره میزنن. 70 ریختن سر یارو. پلیس یارو افتاد کچل بود. دادن به بچه‌هاشون تو جمعیت شروع کردن به جیغ کشیدن. معلوم بود زن بچه یارو کچلن. کچل چسبیده بود به یقه فکولی ول نمی‌کرد. یه دختر همین که فهمید اینا زن بچه یارو کچلن قش کرد. صاحب جان کچل فکولی رو زد زمین نشست تو سینه‌اش. مشت رو بر بالا بکوبه تو صورت فکولیه. یه های دختر جوونه پرید وسط. صندلی و برداشت کوبید تو سر کچله. محروم کچل بیهوش نقش زمین همه جا سکوت. یهو یه تنه تیغ کشید. لیلی همون دست سینانم من. اسم خانومه چی بود؟ بکنم مخبر.
میکنم.